ای خداوند بزرگ، به خاطر این بینای نو ساخت این گوسفند را قربانی میکنیم تا خانه ها به سودا روند. خدایا خداوندا در شهر ما بناهای بلند آشیانه را زیادتر گردان. آمین. خداوندا قدرت هر خانه را از 10 سامانی پایانتر گردان تا بینوایان و کمبیزادان صاحب خانه گردند. آمین. خدایا خداوندا این قربانی ما را به درگاه خود گردان. گوسفند رو دارید. گوسفند رفت. ایستا آی تو کجا بروی؟ تو قربانی هستی؟ یا تو استغفر یا الله. صبر کن میگویم. من کجا؟ حاضر. ака чикор мекунед? находар битон одамро гур куна. ахалан як чуқри канда дарами чуқри мара партоед? ака ба ҳоли ман раҳм кунед. бирхарбачаҳои кина ой шавкат то баро оварди бадом афтонди ака майдам нафар дигар бистом. то мард бошу зинда бош. ман рафтум. ҳозир ман туро мекушам. таронед. чига бошад? нашудам ки ایستا نگوریز. تو قربانی هستی. به اینجا بیا. سرت را ببرم. حالا ایستا. ин чига пас ҳамаи девонаҳо ҳамҷоанд. ба куҷо омадан? ایستا نگوریز. میکشم تو را. پلیس از کجا پیدا شد؟ میگریزیم. خدایا чига пас ҳамаи девонаҳо якҷоанд. домулои девона ҳамроҳи канони девона маро мекушанд ҳардуяшон. ایستا میکشم تو را. وای به کجا رفت؟ میکشم. کجا شدی گوسفند؟ کجا شدی؟ من تو را باید قربانی کنم. کجا شدی؟ سردارم آدم های سخرات نگریزند. مان آدم های سخرات را کرتکله در کجاست؟ حالا کرتکلش میگویده نمانه رفتم. سردارم هر چی که میخواید نمیخواید التماس به من گوید. کرتکلش گفتن شما راسیده به جانم زد. از پشت شما شده به سنه تکلیف خانه دوشایی کردن نتوانستم. بروتا تای سرت بمونه. دتم دف شو تکلیف خانه دار شویتم. یا بدرا комиссар унал шуморо сардори амният даъват дорад. چی؟ سردارم اگر؟ سرداری امنیت؟ عصبی است؟ تمام تورال چرونه رو دیدن میخواسته است. میدونی چی میگه سردارم؟ لونت اجازت بده برای ای پای توش بشوه. تو چرا اینجا نشسته ای؟ استراحت دارم. بیرون مرا. مرحمت سردارم. یا خدایا من این دختر رو دیگر از کجا پیدا میکنم؟ این چه خیل زندگی هستم؟ بی صاحبم، یتیمم. خدایا توبه، من کی هستم؟ از کجا هستم؟ به خدا گوسفند را از دست دادیم. نیت صاحب ساختمان خالص نبود. از همین سبب همین خیر شد گوسفند گریخت. این همان امام زیر ماشین ماندگی نیست مگه؟ کجا میرود در این وقت؟ من مردم. تمام شدم. تمام. پای هم در من شد. نمازم را هم نخواندم. جماعت مرا انتظار است. در این ساعت ماشین باید با آدم پیاده‌گر دیار بگیریم. دامولا بیایید. دامولا شما را میبرم. بیایید. خدا از تو راضی باشد برادر. رفتیم. سلام. شما چی شد؟ دامولا شینید. شما را برم. بیایید برم. نزدیک نشو. دامولا تو یاری رسانید. من زامبی کشم. و من نزدیک نشو. آخر شین برم شما. من نزدیک نشو. من نزدیک نشو. با خدا سرت را میگیرم. در شو. زامبی نزدیک نشو. با تو بگویم. نه کمک کنم گفتم. چخیل گرد میزنی. دعایی بد تو برای آدم رو میزیبد مگر؟ خدایا توبه.
به تو گفته ایستادم که به من نزدیک نشو. نفشم صوفی، نفشم نزدیک نبیا با من. نزدیک نبیا بگویم. نزدیک نشو، نزدیک نشو. خدایا آشنا تو دایم همین مرد رو میزنی. ای بس دامولا ایسته نرمی. من به کمکی تو محتاج نیستم. نفشم از نظرم من تو رو بکشم با همین. میگویم که از پسی کالتکلاس میگردی. این چی گپ است؟ یک سال شده از پسی مرده ها میگردی. مردم برای تو خواتیر شدن میفهمی؟ بار دیگر این کارها را اگر تکرار کنی من تو را از کار دفع میکنم. اما سردارم گپ هم را شنیدی. بیرون برا. اطاعت سردارم اطاعت. یاری دیهد نبید اینجا دوزده. چی گپ است؟ چی؟ صدا است که من میشنوم. خدا از حق بیگانه شده ایستادم. دیشب چی شد؟ به یاد ندارم. به خدا یاد ندارم. ماشین رو گرفتم، به کلوب رفتم، با دخترها شادی کردیم. بعد وای مرد آمد، جنجال کردیم. برای یک کلا گرفتم، بازار تشکیل کردیم. بعدم پلیس ها آمدن، گریختم، به خانه آمدم. اون طرفش رو نمیدانم. یا خدایا راحت باش، هیچ گپ نشده است. این چی است؟ این رسم را من اینجا بودم؟ خدایا توبه. اندام خنک را بین. حیف به تو، شکل را بین. یاری دیه دوزدان را داره. چی گپ است؟ خیال نبوده است، در حقیقت فریاد است. اینجا بیا دوستی نوبکار استاد داره دانها را زنی. چی گپ است؟ خودت چی گپ؟ شما که هستید که در جای من بوده دزدی میکنید؟ شما هیچ من با پلیس نزنه. جنابی احمد پسرم چرا گذاشتی گریخته روند؟ من پلیس را زنگ زدنی بودم آخی. خاله جان لازم نیست به پلیس خبر دادن. من کردم. ای پسرم جنابی احمد پسرم شما حضور دشنام دادید. چی شد به شما؟ خوب هستی؟ من خوبم او. خاله جان احمد کی است؟ شما چی ها میگویید؟ پسرم به تو میگویم جنابی احمد. جنابی احمد؟ احمد کی است؟ شما مرا میگویید؟ بله تو رو میگویم. خدایا توبه چی شد به تو آخر میگویم پسرم؟ خاله جان ولی من احمد نیستم. احمد کیست؟ کی رو میگویید؟ من احمد نیستم. خدایا خنک شده است. درآیید خنک نخورید باز. میلش خاله جان شب بخیر. خاله جان خانم خاله جان دیوانه است مگر؟ مرا به کسی مانند کرده است. احمد گفته ایستاده است. احمق را ببین پایم را گزید. ساز گزیده است. به خدا به خانه خالی آمدی گفته. اینجا پوری دیوانه بوده است. خدای توبه رفته خواب کنم. کردیم چه؟ کسی پایم رو گزیده است. کی گزید؟ من چقدر خاطر ندارم. من چرا به خاطر نمیارم؟ مگر من دیوانه هستم؟ خدای توبه. خانم میجگان رو پرسم. پایم رو تو گزیدی گویم. او از کجا داده؟ شاید او گزیده باشه. یا خدایا چی گپ است ایرانم. هیچ چیز رو در خاطر ندارم. دیوانه میشوم. به خدا دیوانه میشوم. اوف. صبحتون بخیر خاله. خسته نباشید.
مادامی که شما مرا شما خانم نالان خاله جان میگویی، من هم شما را جناب احمد شمشک گویم. میشود پسرم؟ البته میشود، یگان جای عجیبی نداره. یعنی شما جنابی احمد شمشک هستید همین خیلی؟ بله. چی گپ خودش باید چیزی دیگری باشد مگر؟ خیر خاله جان، من با مکتب دیر میمونم، باید روم. خیر یا خدا سبحان الله سبحان الله. نیستا لعنت به تو. یک قدم در همینجا فیران میشوی. یا خدای توبه. جنابان یک دست زده همین ماشین را تله دهیم. کنی بیایید. جنابان، یا خدایا با کجا میدوید؟ مثل که شیطان را دیده گریختم. چیزی نگفتیم، یاری رسانید نمیشود. اوف، دردی سر شد. در راه کرد. شما پیشتر این خیلی کارها نمیکردید. چی نمیکردم؟ استاد احمدی که من میشناختم سری وقت به مکتب میآمد، اما امسال با درس ها دیر میآید. شد جناب مدیر، اینجا مرا مثل کودکا سرزنش نکنید. دیر کردم، سلامتی هم خوب نیست. نه با تو چیز شده است. میفهمم. دیروز در نزد طلبه های آبروی مرا روی راست ریزوندی، به آبرویم کردی. تمام. دیروز با تو چیزی نگفتم، اما حاضر با اعتبارت میرسانم. یک بار دیگر اگر به دست دیر بیایید کارم را در حقتان میکنم. لطفاً با دقت باشید. استاد اگر این کارهایتان باز تکرار شود، آمین اترخان، احتیاط که بچه. درس خوب. جناب احمد جان چی شد؟ چیزی نیست، دیر مانده. سرزنشم کرد. خودش را کی میگیره؟ مادامی که دیر ماندی بخشش میپرسیدی. اما جناب احمد به خدا که تو رو از کار پیش کنند، خدا میداند که چی میشود. دیگر شرمنامه فایده نمی کند. چی کار میکند کند؟ به خدا سیر شدم از این کارها. کدام روز میکفم و در جاغش یک مشت میزنه. اما جناب احمد چی ها میگوید؟ و خود آید کمی. لطفاً با دیرکتر باید رابطه خوب داشته باشی. با دقت باش، از کارت میمونی. شد پروا نکنید، حل میکنیم. خدا که رومانتیکی تیار کردم نکی. شاگردای معلمه بانو چی خیلی ساز هستین؟ خوب است. برای معلمه تون یک خدا که رومانتیکی زور تیار کردم. اکا این چیست؟ خدا که پر از عشق و محبت. تمامی خیلی که باشد. همیشه البته توگریه. حاضر بچه ها گوش کنه. معلمه خوشروچهتون از کو؟ یک مکتوبی عاشقانه با انگلیسی نوشته برده با خدا دادن در کار. رومانتیکی. فکرم چی خیلی؟ عجوی. زورای. بهترین. آفرین. یعنی از ما چی میخواید اکا؟ اگر شما گویید که انگلیسی رو نمیدونیم، من رفته باز یکم که دیگر رو میابم مینویسم. برادران خیزید میرویم. ایسا گرشو باور کنه شعرهای نری همین دانشگاه شمایه.
برای همتون یک هفته خودکی به پول میدیم. اکا لازم نبود خیر. بیا نپی کار میشه. بیا نویسم اکا. حاضر. چی می نویسم اکا؟ هر چی که از دلم برآمد. عشق معلمتون شاعرم کردم. همین خیر. بله. در عشق بانو شوکت زد بزانو. فرق کردم میتونه چقدر رومانتیکی شاعرانه نویسم اکا که وقت کم مونده است. بله. from نه این نیست تنها from چه حرفی نیست؟ نیست کنی تلفظ کن؟ from فروم ای را فهمیدی؟ اخیر اکا این زبان نیست که نوشته را همون خیلی خوانی. اکا این زبان نیست که خیلی بخوانی و خیلی بنویسی. یک کاغذ حیف کردیم. فروم باز نویسیم from شوکت. در انگلیسی شوکت اول می آمده بود. شوکت همام تو اکا این خیلی نه تا یعنی تو با او می نویسیم تو تا. ای بچه مسخرم کردیستی. تو میگویی با تا بنویس میگی؟ گفتم کن نویس. چی نویسم؟ تا. در انگلیسی بید میگفتن و توت می نوشتن. تا دومش بانو به هستین آنو ایها اکا چرا خودت رو با انگلیسی غم میدی؟ خودت رو بسیار عذاب نده. تاجیکی نویس. زبان انگلیسی هم زبان نغز است. نه همه خیر. انا چیز ویت یعنی در اینجا با دو و نوشته می شود. میدونم ده بیلون خودم میدونم. هی اکا در آخر حرفی هی است. بچه حرفو را چی قجیقی لختی سین های؟ ویت گفتین ویت نوشتم. حرفی هیچی در کاره دیجا. یعنی همین خیل ویت لو رو میدونم. اولین جمله که آموختیم I love you بوده. لو می نویسن ترجمهش بینیه گوشه. کنی بینم؟ تغریه بسیار زیبا. با این دل ارتق هم به دست آورده میتونی. تشکر. این برای بانو جان است. اکای شوکت یک رسم دلکش بسیار عاشقانه می شود. اکا دل مهم است. بگذار همین طور نه؟ معنای دوست داشتن رو دارد. بگذار. از راستی بکشم. گذار اکا. بس است من آدم کلانم طلبه نیستم که باز مزه معلومات رو نگریزم. حتما گذار. اکا رومانتیکی می شود. مایلش سخن شما را به زمین نمیگذارم. کنی بینم چه خیلی شده؟ در بینش یه نیزه کشم. بسیار زیبا شد. میگم شوکت جمعی بانو برابر لوی نویستم 3 سال توقیدی نمیگیرم. سوپر. بله اکنون نوبت شما رسید. از ما؟ از شما این خودک رو به معلم جانتون برید. ایها بیا این رو ما نبریم اکا. ای صغیر رو یک هفته خودک به پول میخری همه را فکر نمیکنی؟ تمام اکا کارتون رو حل میکنیم. بله البته اینجا همه چیز برای اکا شوکت است. برای معلم بانو برای عشق بیزن اکا. بچه جین دارین چی دارین؟ جیناتون بیدار شد چی گپه؟ اینجا بیزن اکا. خرز خرگل اخیمان یال دومش میریزن. هدی هر چیز برای شوکت برای بانو. یک کس برای همه هر چیز برای اکا شوکت. یک هفته خودو که به پول فراموش نکنه. پس کار شد. قلبیت همون برای جنوبان. این جوان از معلمه پرتکبر را عاشق شده است. همون خودو خود سخ سلامت و معلمه بانو را ببره. بعد خودو که به پول خواه میبینه. خودو که بانان گفته بودی ها؟ بیا را جو کنیم. اینه یک ثانیه آمده. اما احمد جون دیگر این خیل رفتار نکن. زنگ ساعت رو گذار در وقتش خیز. تو دویم در وقتش میخیستی. با تو چی شد که دیر میخیزی از خواب؟ معلمه درای ممکن؟ معلمه بانو اکای شوکتی آشخانه برای شما این خودک رو فرستاد. خودک؟ با محبت 2 قبطه. from شوکت. پسرم این چیست؟ ها؟
این چیست؟ معلم این رو شوکت روان کرد. از نزدم بر این رو، عصبم رو ویرون نکن. گیر. چی شد؟ بخیر است. کنی اینجا بیایی. بفرمایید استاد. خیر نان و روغن حیف نشود. پسرم تو این را با شوکت برده بگو در درونش کمی پنیر اندازد. باز چای گرفته بیارید. البته استاد. داری. یعنی نان و روغن حیف نشود گفتم. این درس هم میگذارم مگر؟ نمیفورد دیگر مرایی به خودم مونده شده. انا این رو ببین. این چیست؟ کلیت رو دزدیدم. در رو محکم کنم. استاد نمیاد مگر؟ گرم شده ها؟ گرم. تو چی کار کردی؟ چرا کلید رو پرتافتی؟ گناه رو با دوش خود گیرم ها گرند. من رفتم. با کجا میروی؟ کجا رفتنم رو از تو پسن. در محکم است. دیوانه گشاده نتوانستی. بهونر. آخر در محکم است. چطور کنم؟ یک طرف اسمت گشایم. ای دستم درد کرد. چی گپ شد؟ بفایده جان میکنم. چرا این در محکم است؟ نگاه کن چقدر یک شد. چی گپ است؟ چی شده است دخترم؟ در را کشایید. استاد در را کسی محکم کرده است. چی خیلی محکم؟ کی محکم کرد؟ استاد ما چی کار میکنیم؟ در محکم است. از کجا دانم دخترم؟ کدام بیعقل این در را محکم کرده است نمیفهمم. خدایا توبه. استاد ما نجاتی. شد آرام شوید. ایستید در را میکشایم. از این درس هم خلاص شده. ما خوب شد ببین استاد احمد آمده از در پشتی در است. خیلی خوب. چخیل ها؟ خودم جانت را از درس خلاص کرد. تو چی ها میگویی؟ استاد درسی خوب میدهد که با ما. پیشتر بود. این حاضر دیگر خیلی شده است. بگو توریزه میگریزیم. نه سفسطه نگو نمیشود. نمیبینی در محکمه. به عقل تو حاضر از مکتب هر دیمون رو پیش میکنم. تو دختره که میترسی؟ استاد زودتر در را شد آرام باشید. استاد زودتر خواهش میکنم استاد گشاید شد دخترم آرام باشید. یا خدایا. یک چی پرسم ممکن است. حالا هم در بیرون در وقت درس چیکار میکنید؟ چرا شما با سیم نمیدروید؟ هم با مکتب دیر میآیید هم با سیم دیر میدروید. نه استاد در محکم است. در را کشایید درایه. مثل که من نمیخواهم در. چرا محکم است؟ کن یک طرف از من بینم. در حقیقت محکم بوده. خوبترش ازباچه رو جیغ زنید. بچه مستای دانشگاه ها برا فریاد کن. چرا این در محکم هستن؟ ای بچه با آتش بازی نکن. با اجازه تو آتش میزنم. به عقلی نکن هر دیمون رو میسوزونی. استاد از برای خدا این کارو نکن. آتش رو خاموش کن. به عقلی نکن. میترسی گانها را خدا توبه. برادر تو چی نگاه داری؟ اینجا چیزی نیست. با پیشت نگاه کن. با سپنگ را نبرم. زود باش تست کن. استاد زودتر در شاید کویز با چه در تزوی که؟ اوه این قدر کلیدی بسیار داره. یک تا بسنج. در بالایش نوشتگی نیست کدامش از کجاست. 100 بار گفتم در بالای کلیتا نشانه مان. این وقت زیاد را میگیرد. من باید به باغچه روم. در را کشایید صدایم کنید میآیم. گفزنی یادم را بینید. استاد احمد با کجا میروی؟
بابا جان تیز باش شکوکا دیسته جنید به خود پشیمان میشه. نگذاشتی 2 دقیقه بازی کنیم راحت کنیم. خاموش کن خاموش کن. ترسان چند خاموش کردم. چیکار میکنی؟ میبینی انا با تو شیطان چه. آفرین سکون. باوری دارم که به خدا از پشت تو اخیر ما را از مکتب پیش میکنی. چیزی نمیشود. خدایا توبه، کدام دیوانه در را محکم کرده باشد. به این هم خوش درسدهی نداشته. بابا شکوکا دیسته یک درک شدن. همش رو سنجیدم محترم دیریکتور. کلید این در نیست. انا می کلید در رو شبسن توغریه نرگیری ای دو در شما بارویه سوختار شده گیر خاموش کن آتش نگیر. گیر تو جونم این کارو نکنی همه آتش نگیرد همه تو در نگیرد. برگیریش آرام باشه شما آتش میدهه. زود باش رفته به خدمات آتش نشانی زنگ بزن. سوختار سرزد و بدون برای زود باشه برای زود باشه برای باز چی گفت شد؟ یا خدایا به حالم گذارید کمی دم گیرم. چی گفت شد؟ استاد زین پیش رو آتش گیریم. زود باشه به خدمات آتش نشانی زنگ زنید. زود باشه خدای نجاتی صبر کنید شما رو نجات میدهید. در رو نکشودید خود. در داخل سوختار سرزد در باشد محکم است. استاد خواهش میکنم اون از اینجا برونید. استاد خواهش میکنم قبول کنید بچه ها. بچه ها آروم باشید. صبر کنید بچه ها نجات میدهید. استاد من دیگر نمیتونم خاموش کنم. کدام سوختار خاموش کن ها می آیند. کودک ها می سوزند. جنابی احمد و کجاست؟ استاد ما رو نجات دهید. بچه ها آروم باشید. استاد احمد میآید شما رو نجات میدهد. استاد احمد به خدمات آتش نشانی زنگ زده. زدیم رفیق دیرکتور در آماده ایستادم. آروم باشید بچه ها. دخترم ایستید. آرام شوید. دخترم از سرت مول کپک رو گرفتم من ده. از پایم پرتاب. بیرون زود همه بیرون زود آران اونا برامدین خوب هستی؟ سینا کجاست؟ احمد کجاست؟ هنوز در داخل سیل یکم کسی دیگر نمانده است. سینا کجاست؟ زود باشه برای
خوب هستی؟ شد خوبم. آمد هستی؟ جانم خوب هستی؟ ها؟ همش گذشت. همه روت استراحت کند. بفرما آب. آرام شوید. گذارید. انا آب. و من هم آب دهیم. آب. شرف رو بینست از فرصت استفاده برده دختر را از خود میکند. ای دختر آنها را بین باورم نمی آید. تو چی ها میگویی؟ از مرگ نجات یافتیم تو باشی چی ها میگویی؟ خوبی سنا؟ خوبم. همش گذشت عزیزم. بیا با آب بریم. اینها رو بین تو ها؟ کمتر پیش از کاری کرده تو میمردیم. شکر خدا که به ایران هیچ چیز نشد. خیلی نگو وجدانم ناراحت میشود. دیگر این خیلی کار نمیکنم. کتاب‌های مکتب را گرفته در زمین. الو سلام بتول من ملیس اصلا میگرفتم رقم هایت رو چیز با تو یک گپی مهم دارم. چی گپ بوده است؟ این رو با تلفن گفتن نمیتوانم. اگر وقت داشته باشی این بگاه در لب ساحل و میخوریم. باز در برم یک نفر رو میارم. یک نفر؟ کی؟ بیا میبینی برای تو عجایب سورپریز میشود. شو میبینیم تو بازدید. تمام. استاد احمد مرو نجات دادن چه خیلی درون شکست. با خدای وای اگر استاد احمد نمی آمد چی میشد؟ خدا نگاه دارد. وزیر دیرکتور آمده دهانو بینی تو رو میشکند. اما من این خیل شدنش رو میخواستم ها. تشکر که مرا در اونجا تنها نگذاشتی. هیچ گم نه. حالتت خوبتر شد؟ خوبم. بین رویت سیاه شده است. باز هست؟ نه تشکر با تو. نمیارزد. برو بین دختر را از آتش برآوردم گفته واهمه دارد. ما در چی خیالیم ما؟ این بچه باشه در چی خیال؟ تیر این کار را کی کرد؟ از شما میپرسم جواب دهید. کانی بگوید کی در سینف را محکم کرد و کی آنجا را آتش زد؟ از شما میپرسم با سوالم جواب دهید. زبانتان را خوردید مگر؟ خیلی فهمیدم که درس خواندن نخواستید و کلید را پنهان کردید. گپ زنید. خیلی فهمیدیم صنف را برای چی آتش زدید؟ شما میدانید که چی کار کردید؟ این دانشگاه را آیا شما میدانید که با چه قدر پول ساختن؟ میدانید یا نه؟ گوش کنید. یا به سوال من جواب میدهید یا پدر و مادرانتان را فریاد کرده همه‌تان را از این دانشگاه دفع میکنم. در این مکتب تنها تو با استیپندیا میخونی. همین خیلی نه؟ هم با عقل هستی هم رازگو، دروغگو نیستی، ذکی هستی، با تربیه هستی. همین خیلی نه؟ اکنون با من جواب بده.
کدام آدم این کار را کرد؟ ببین چه خیلی خبرکشی میکند. از برای تو شده ما را از مکتب خارج میکند. من نمیدونم استاد. سبحان، دوباره از تو میپرسم، مثل آنها نشو. کدام طلبه این کار را کرد؟ گفتم که من نمیدونم. نمیدونی همین خیلی روی تام سیاه. زود از اتاقی من برای زود باشه، اما فراموش نکنید که من آن نفر این کار را کرده است حتما پیدا میکنم و جزایش را میدهم. بعد حالی او را میبینم. استاد احمد، تو هم سینوت رو صاحبی کن، دیگر این خیلی نمیشود. طلبه هایت تماما تربیه ندارن. امروز با این حادثه ای که رخ داد تو هم گناهگار هستی. حیات طلبه ها رو نجات دادیم. چی ها میگوید این دیوانه؟ نباشه دکا. با شما چی شده است؟ با مثل که کمال شما را زیر کرده باشه. چی بسیاری؟ اکا خبر نداری سوختار شد. سوختار شد؟ در کجا شد؟ در این دانشگاه. کدام موقع پدری کار کرده؟ عجبا. اینها چند پولی هم؟ برای شما 5 سوم. بده. خیلی برای کار. مایلش رحمت خونه احتیاط کنید. آقای شوکت، دیرکتر چای و خودک درخواست کرد. فهمیدم، روز من میبرم. سبحان بگیر. برای وضع خوبی که کردی به مکافاتت نمیمونی. از این به بعد خاموش باش. خدا داده است. بگیر. بگیر، شرم ندار. حقیقی است. خودمون چون نمیکنیم که. بیا رفتیم. میدونی چی؟ من خبرکش نیستم. برای همین نگفتم. تو پولدار هستی، اما با این آدمگری رو خریده نمیشه. رفته در المپیادا اشتراک کرده، این پول رو یابد. خورا نمیگرفته است. رفتیم. مایلش همش قبول استاد احمد، اما یک چیز رو نفهمیدم. شما وای در رو چی خلق شده؟ در حقیقت من با موی قپک چی خلق شدم؟ نمیدونم استاد. وقتی کودکان را در آن حالت دیدم هوشم از سرم پرید. چی خلق کردم خودم هم نمیدونم استاد. باشد استاد احمد، از شما یک خواهش دارم. التماس دیگر به درس‌ها دیر نآیید. امروز اگر در وقتش درس بیامدید چنین واقعی رخ نمیداد. کمی خودتان فکر کنید. با صاحب این دانشگاه من چی میگویم؟ چی جواب میدهم؟ از جیب خودم مجبورم ضرریان صنف رو پرداخت کنم. مایلش استاد، میتوانی روی. روز بخیر استاد. محترم دیرکتر، سلام علیکم. شنیدم در مکتب سوختار شده است. بسیار غمگین شدم. خدا نگه دارد. من آشخانه رو خریدم. شوکت هستم. برای شما چای خدا آوردم. مایلش مانو رو. ها مایلش. با اشتیایتون مو دایگان خدمت نیسته که؟ نه رحمت، میتوانی روی. پول نمیتونی آشنا شوه. مایل. دوگانه با فکر تو کیو ترسد؟ من از یک کس گمان دارم ولی
ابله شما کی با عقل میشوید؟ چی گپ از با نقاب دخترها را میترسانید؟ کی آدم میشوید شما هم پسرم؟ استاد شوخی کردیم. چه صیف هستید شما؟ چه من راهبری صنف شما شدم خودم هم نمیدانم. از همه صنف بی‌معنی ترین مکتب را آتش میزنید، از درس میگریزید و بازی گریخته میروید. شما کاری دیگر ندارید مگر؟ کفایه است. من میدانم چگونه با شما رفتار کنم، پروا نکنید. من شما را به راه میدرانم. زود به صنف روید. زود. زیادت فهمیده نوبت رو. خانم ملیس؟ احمد با تو باید تعجیلم واخورم، گپی مهمی دارم. در کدام موضوع؟ واخوره میگویم بسیار مسئله حیاتی است. شد تمام من میبرایم. لوینت بیشرف مرا در این کاری مخفی تنها گذاشته رفتی ها؟ حالا میبینه من خودم کارم را میکنم. اونقدر توفه قیمت نیست سیلا، اما 2 ماشین دادم میره خریدم. سلام. السلام جون، نغزی سازی. منتظرت نکردم. من تو رو همیشه انتظار میشم سیلا. مرحمت شنید. اینقدر خنده های زیبا داری، یعنی این خنده های زیبا رو همیشه دیدن میخواهم. وای گفتنیم عجبا میگویم حاضر در این طرف خانه وای کنم، یعنی وای میکنیم سلیم. چی کنیم لوین؟ من نفهمیدم. وای آخر جانم نمیفهمی تو؟ یعنی آن خنده ها رو در برم دیدن میخوام. گفته بودم کو برای آن که ما باید با هم وای شویم. برای وای شما درباره وای رو وای کردن چی فکر دارید؟ کنی گم زنید؟ ما باید چی رو چی کنیم؟ لوین تو چی ها میگویی؟ من نمیفهمم. دختر چی باید گپ نمیفهمی؟ چرا چی قدری دیگر با تو فهمانم؟ آخر روزها هفته ها رو با تو گفتن میخوام، دیگر طاقت ندارم سیلو. دختر قصه دو طرف میشه، کم یوردم. لوین کمی به خود اوی همه به ما نگاه دارد. نه جانم به خود نمیایم، به تو میایم. چی نگاه دارن؟ در نظر به زانو میزنم، چیزی که در دل دارم میگویم، به همه دنیا نشان میدم که من میتوانم. لوین جانم کمی به خود بیا، همه به ما نگاه دارد. من خودم را آماده کرده شدم، مرا خلل نرسون سلی جان، لطفا خواهش میکنم. باز همه چیزی که میخوام به تو همش رو میگویم. لوین تو شرینه رو ایزول نکش، چی گپی که داری رو پرو به سلین گپ بزن. توکلت بر خدا سلین جان، بس بخدا بس دیگه این قدر راز نیاز در دل پنهان کرده نمیتونم. گریزید گاز سوخته ایستاده است، اینجا رو ترک کنید. گاز سوخته ایستاده است؟ لوین خیز سیلا در جای چین نمیخیزم، باید همه گپا رو با تو گویم سلین جان. لوین خیز اینجا گریزید که اینجا میکفد. بله درست میگویی، کمتر پس اینجا رو به سخنهایم میکپانم. لوین خیز در جایت گاز سوخته ایستاده است. سلین اگر مورن یک جای میبینی به سخنهای من گوش کنو در جای چین. مایلش تو در اینجا ایست، من میروم. آفرین اینجا شی میگویم بسیار میخواستم که به تو بگویم که سلین جان. برادر چشمان گاکشو میمیری برادر. با من خاندار میشوی سیلا، خاموش ها رو چیزی نگو. به انگشتت میاندازم. دختر پر بشیده شهلا در دست نمیدونه یا سیلا؟ تو چی کار کرده ایستو؟ سیلا؟ سیلی با تو چی شد؟ نه سلین استاد تو با کجا رفتی سلین؟ خب یا توبه مرد اونمو چی؟ کمی به تو رو با خواهر چیناس میکنم دامولا. خودم بسیار دوست میدارم که برادر و خواهر باشیم. شاید با دوستداری خواهرت حافظت برگردم. میلیس خانم چی گفتنی بوده؟ من خواطر شدم. حاضر تو رو به جای میبرم که همش را در آنجا میفهمی، اما تو رفته چیزی نپرس میلش.
رفتیم با ماشینی من میرویم. سازی اونال؟ ابله دیوانه تلخم رو کپاندی. من به تو نگفته بودم که دیگر تو رو دیدن نمیخوام. من این زمان با تو در اینجا تماما تصادفاً با خودم سردارم. من از پس شما هستم. شما اینجا چیکار میکنید؟ ام مردک از پس کی هستی؟ بیتول از پسی بیتول هستم. وای آدم دیوانه شده است. در نظم و زانو زده چشمانش رو پوشیده ایستاده است. خواسته است که تکلیف خانه دار شوی کند. بسیار رومانتیکی. خیلی رومانتیکی زورا جان. کمتری دیگر مونده بود که میترکیدیم. این بیتول نیست مگر؟ بله بیتول. بیتول جان چقدر تصادفی خوب. اینجا چه کار میکنی جانم؟ سلام سلین. سلام بیتول جان چه خیلی هستی؟ تشکر خوبم. کسی رو انتظاری؟ میلیس رو انتظار هستم. به من گفتنی مهمی داشته است. هم با یک نفر می آمد است. خلاصه من هم درست نفهمیدم. میلیس؟ بله. یا خدای توبه. این خیلی باشد ما هم همینجا هستیم. باز میبینیم نفسمونی. رحمت. لویت در مهمترین عملیات حیاتم مرا تنها گذاشته رفتی. چی کارت کنم؟ با تو چی کار کردنم را میدانم. سردارم برای تو خبری بد دارم. با خانم سیلین تکلیف خانه‌داری نکردم. یعنی کردم ولی با دیگر کس. با دو عائله که دیگر من رفت. چون که تو بی حق هستی. گوش کن تو خانه‌دار میشه با من چی فایده؟ خطا نکنید. همه چشمانش رو خوب گشاید. پرابلم نمیخواهم. بدون فرمان من کسی کاری نکند. فهمیدید؟ خانم میلیس ما به کجا میرویم؟ کم مونده صبر کنید. همه چیز رو میفهمید. چه خیلی آدمان شعرهایشان رو این کلتکلاس نیست مگر؟ چه خیلی کلتکلاس که هم مونده کن. این کلتکلاس است. اما شیشینه این پولیس ها از کجا پیدا شدن؟ با کنکور زیر سیلین لبای جانم میگویم میلیس نامده خودمون خیزیم. باز حاضر عصبی میشم. بایلش چه خیلی که خوبی. رفتیم میرویم. با بیتل خیر رو خوش کنیم. بیتل جان ما میرویم ناراحت نشف. بایلش تا بازدید نقص مانید. تا دیدن. چی شد؟ دامونا نقابتان رو افتاندید؟ در حقیقت نقابم افتاده است. در مکتب کودک‌ها برای ترساندن دختران نقاب کشیده ترساندن. در جیبم مانده است. دهید. کیستان جون؟ یزنم اینجاست. با سرت کش. چی؟ دیوانه شدید مگر؟ چی کار میکنید؟ خدای بزرگ. زاغیسیا خدایا توبه. دیوانه شده سردارم. باز از کجا زاغیسیا پیدا شده؟ چی ها میگوی احمق؟ ببین انا زاغیسیا در آنجاست. چی گپ است اینجا؟ ای خدای بزرگ. شما اون آدم نقابدار رو زاغیسیا میگوید؟ وای آدم یگان دوست عادی است. یعنی هر نفری که نقابیسیا میپوشد اون رو زاغیسیا میگوید. زاغیسیا همون کلتکلاس بود. کلتکلاس مرد. رفتیم گورو چوبش کردیم. دیگه کسی را بینی یزدش میگو سردار؟ این دیوانه تو چی ها میگویی؟ از ماشی فرا آنها را دار. آخر سردارم این خانم ملک در نزد زاغیسیا چی کار میکند؟ دامونا گریزید. احمد گریز. دستم را سر بیه داخل. رنگی بیخلو از پیش شما بدهم دیگه. سلام خانم ملک. ای یا خدایا مگر او رو دستگیر کردن؟
زاغی سیاهیست. یزنا؟ کجا رفت یادم؟ سردارم زاغیسا در تاریکی ناپدید میشود. زهرا، چیزی که من دیدم تو هم دیدی؟ تو هم او را دیدی؟ سردارم شما چی دیدید از برای خدا؟ یک آدم نقابدار در تاریکی گم شد. یقل دیوان زاغیسیا بود. او زاغیسیا بود. در نزد میلیس دیدم او را. میلیس گفتی؟ بله در نزد میلیس بود. انا آمد از خودش پرس. تو چی خیلی آدم هستی ها؟ تو چی ها میگویی؟ این کارو دیده و دانسته میکنی ها؟ اینجا آمدنی مرا دانسته و اینجا شخص نقاب پوشیده رو دعوت کردی تا اینکه من ببینم و زاغ سیاه گمان کنم. تو چقدر انسانی پس هستی ها؟ حالا هم با من بازی کردنت رو دوام داده ایستاده ای. تو در حقیقت دیوانه هستی. بیماری روحی هستی. تو رو به دیوانه خانه بردن در کار. یک لحظه بیتون رو تو به اینجا دعوت کردی ها؟ میفهمم که تو به من نفرت داری، اما تو از آن دختر بیچاره چی میخواهی ها؟ چرا تو با حیثیتی او بازی میکنی میلیس؟ دیوانه، بیماری روحی، شیطان. زهرا درست میگوید. تو خیلی آدمی بد بوده ای. افسوس. سلنجا نیست تو با کجا میروی عزیزم؟ ای خانم ملیس به خدای کاری کردگی در چارچوبای آدمگری بیرون ای. همین سردار ما دلزده نکردی. این آدم خودش آدمی عصبی ای. این کاری خوب نبود. ملیس درست گفت. چیز یزنا جان، من کمی شوخی کنم گفتم. تو چه خیلی انسان هستی؟ همین خیلی شوخی می شود؟ من به زهرا لبین میروه راهگر. یه بیا بریم به خدا اکه اونان همین کودک بودی دل من گرفته. هم مردن کارهای کریمینالی موندن. اوف، یا خدایا کمتر موند که دستگیر می شدم. کی زنگ میزند؟ شد. ولی این یزنم اینجا چیکار داشت؟ بیتول رو تعقیب کرده باشد؟ بله برای به دومولا زیاد دسترسی پیدا کردن او رو تعقیب دارن. احمد رو از دست دادن نمیخواهم. چه گپ است خانم میلیس؟ آی برای همین مرا به اونجا آورده تا که یزدای دیوانه‌تان مرا دستگیر کنند؟ نه این خیلی نیست. در اصل ما نشسته گپ میزدیم. چی گپ میزدیم؟ خدای توبه، زاغ سیاه کی است؟ چرا از پسرم زاغ سیاه گفته میدویدند؟ هر جا باشد شما رو به زاغ سیاه مانند کردن. یک کفایه هسته. چرا همه با کسی مانند میکنند مرا؟ میل شما مانند کردید. من با این آدم ها چیکار کرده باشم؟ ولی آدمی نقابدار به کی مانند شده میتواند؟ من هم نفهمیدم. میرویم. چرا آمدنم را هم نمیدانم. کمی مون که میمردین. این چه خیلی مکتب است؟ همه دیوانه است. روی روز اوتش زدن صنف رو. خوب که صدقه دادین. خدا نگهبانت باشه. اینان همین خیل. هرچی استاد دین ما رو نجات داد. استاد دین؟ یعنی استاد احمد دین و اخلاق درس میدهد. استاد احمد استاد دین بوده است. پگاه به مکتب رفته با او تشکر باید گویم. البته. زهرا چی شد؟ چی شده باشد؟ چیزی نیست. دخترم چه چیزی نیست؟ چرا گریه میکنی؟ دخترم جواب ده، چرا گریه داری؟ میلیس
بابا جان حالا با من بازی میکند. میدانی مرا چی کار کرد؟ چور کرد؟ یک شخص رو مثل زاغی سیاه به سرش نقاب پوشانی در روبرویم آورد. چی؟ حیران میشوی زاغ سیاه، داملا سیاه، کلتکیل است، پلتکیل است. در اینجا چی کار میکنم؟ خدایا توبه. تو در اینجا چی کار میکنی؟ اکا کلتکیل است رو دیدم، او زنده است. چی خیلی کلتکیل است رو دیدی؟ درو مرا چه زده سردار؟ نه من به تو نگفته بودم که جستجوی کلتکیل رو بس کن. اما سرداره من تو را آگاه کرده بودم اما تو مرا گوش نکردی. شهادت نامه و سلاحات را در اینجا گذار و برآمده رو. خودت را توبت کن. زود برا. دار شو. علیکم سلام هجری. استاد بخشش که ناراحت میکنم ولی یک سوال دارم. این ماشین تو است؟ از شما استاد هر روز با این به مکتب رفته میآیید. مکتب؟ آها مکتب استاد. حتی طلبه هایتون بسیار بچه های نغز ماشاءالله با ادب هستند. طلبه؟ تو چی ها میگویی هجری؟ طلبه های شما استاد. حتی من سراغای خانه تان را از آنها گرفتم استاد. خانه؟ بله استاد خانه. در کجا؟ من استاد. هجری تو چی ها میگویی پسرم؟ من در خانه خودم نیستم. استاد در آن خانه پیش از مردنتان زندگی میکرده. تو چی ها میگویی پسرم؟ پیش از مردنم؟ استاد شما مرده بودید. هجری مگر من مثل مرده ها هستم؟ نه استاد من هم همین خیل میگویم ولی کسی مرا باور نمیکند. مرا دیوانه میگویم استاد. چرا مرا مرده میحسابند پسرم؟ استاد شما مرده بودید. حتی نماز جنازه تان را خواندیم. تمام بینمازهای محله هم اشتراک کردند. مثل دیوانه ها گپ نزن. مرا دیوانه نکن. شما آدمی زنده را چرا نماز جنازه خواندید؟ دیوانه اید مگر؟ استاد ولی مرده بودید. استاد میدان جماعت امر معروف شما را بسیار یاد کرده است. گرچند در مکتب و طلبه ها درس دین میدهید تربیه میکنید این هم خوب است ماشاءالله. هجری کدام معلم درس دین؟ تو چه ها میگویی پسرم؟ من استادم؟ من مولای مسجد نیستم. در مکتب هم درس میدهید؟ نه تو مرا به کسی مانند کرده استاده. استغفرالله این خیلی میشود استاد. نه در اینجا گپی هست. شاید تو هجری که من میشناسم نیستی، دیگر کسی. استاد جانی من هجری هم هجری. نزدیک بینید خواهی دست رسانید. نه تو از آن سوالهایت پرس. من خودم میفهمم هجری هستی یا نیستی. استاد سوالی نو دارم سرم رو گرم کرده از به خدا. پسرم من سوالهایت رو یاد کردم. تو سوال ده من کی بودنت رو میفهمم. پرس کنی؟ سوالهای 2017 یا 18 کدامش رو که میخوای؟ مایلش استاد میپرسم.
گوشتی کلتکلست رو خوردن جایز است استاد؟ هجری کفته همین سوال رو یافتی؟ تمام معلوم شد که هجری هستی. بله استاد هجری هستم رحمت. استاد چی؟ استاد سوال 2018 ما پرسم. من تو را چند بار آگاه کرده بودم ها؟ جواب ده. چند بار آگاه کرده بودم؟ میلیس چرا تو با زهرا دشمنی میکنی ها؟ وای از تو چیز قرضدار است مگر؟ میلیس چی گفت است دخترم؟ میلیس با سوال بابایت جواب ده. جواب ده میگویم. گپ زن. استاد آدمی که حافظه‌اش را از دست داده است گناه کند و توبه نکند چی حکم دارد؟ چی؟ جایز است یا نه؟ هیچری این چه خیلی سوال است پسرم. یگان سوال درست بده. استاد سرم رو گران کرد تا سحر خوب نرفتم. نویس هیچری. آدمی که حافظه‌اش را از دست داده است حکمی توبه کردن را ندارد، چون که حافظه‌اش در جایش نیست. یعنی گناهی که کند به یاد ندارد، از این رو میتواند توبه نکند. استاد در اون دنیا کارهای کردم اون رو پیش رویمون نمیارن مگر؟ من هم همین رو گفته ایستادم. آدمی به حافظه در آنجا برای خود یک دلیلی سبک‌کنی دارد، چون که برای توبه کردنت اول گناه را باید دانی. فهمو؟ کاری را که نمیدانی مگر گناه است چه توبه میکنی هیچی؟ یعنی آخرش چی است؟ هیچی. در آخر اگر حافظت رود و آید هم گناه نمیکنی، دقت میکنی که گناه نکنی. استاد خدا از شما راضی باشد. با خدا سرم آرام شد. از هممون خدا راضی باشد. زنده باشی استاد. شب بخیر. شب بخیر. هجری درست میگوید مگر؟ این خانه من است؟ عجایب. یا اینکه شوکت کرایه گرفته است و با او یک جای نیست؟ نه، من چرا با شوکت می ایستادم؟ خیر، زهرا کجاست؟ من چرا از زهرا جدا شدم؟ همش از پشت تو شد زهرا. مرا از عائله‌ام جدا کردی، از همه چیز جدا کردی، مرا از زندگی جدا کردی.
این رسم را ببین چی اندام است. خدایا توبه. شوکت کجاست؟ شوکت این رو اینجا گذاشته باشه. دیوانه. خوب و اما من چرا ریشم رو گرفتم؟ با ریش زیبا بودم یا اینکه من حافظم رو از دست دادم؟ زهرا مرا با ریش میپیسندد. تو چی کار کرده ایستاده کلتکی را؟ چرا ریشت را تراشیدی ها؟ اوف، ای چیز را به یاد ندارم. آخ خدایا، این سله و جامعه من کجا باشن؟ یا خدایا، نه زیبایم. بریش چرا نپیسندد مرا؟ بد نیستم، زیبایم. زهرا رو بسیار یاد کردم. خیلی شد او رو ندیدم. باری آخر کی او رو دیدم؟ اوف، یا خدایا، به یاد ندارم. به خدای کلتکیله است. در حیاتم یگان زن به من چنین تأثیر نرساند. کلاس مرا دوست می‌دارد. مردی که تو او را دوست می‌داشتی با من عاشق می‌شود. Podezgiri
вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ҳафтаномаи зан ва мард ва паншер медиа тақдим мекунанд маросими ҷоиза супории сарояндаи сол 2017 шоҳҷоиза насиби кӣ мегардад инро танҳо ҳамон рӯз 7 март соати 16 дар филармонияи давлатии тоҷикистон хоҳед фаҳмид бо иштироки ситораҳои эстрадаи тоҷик фарзонаи хуршед дамирбек олимов шаҳроми абубакр хайриддини шариф мино суруш холов фараҳманд каримов раҳмия аюбӣ шаҳриёр давлатов рамазони салимзод манишаи сабор рӯзибеки файзалӣ нишонаи рустам шаҳзоди давлон ва ҷурабек аҳмадҷонов телефонҳо 93 427 56 56 ва 93 142 44 73 сарояндаи сол 2017 8 март соати 14 дар филармонияи давлатии тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев консерти навбатии Наимҷони Сайдалӣ зери унвони як ҷаҳон эҳсос баргузор мегардад бо як ҷаҳон эҳсос ва таронаҳои марғуби Наимҷони Сайдалӣ рӯзи модарро истиқбол бигиред телефонҳо барои тамос 93 770 47 47 ва 988 45 0005 таваҷҷӯҳ ғаму андӯҳ дарду ҳасрат азоби виҷдон ин ҳама дар клип таронаи нав бо номи машаб ғамгин худодорӣ аз сарояндаи маъруф бахтиёри худодод агар дар зиндагӣ хорӣ агар ранҷуру беморӣ агар дар зери ғам борӣ машав ғамгин худо дорӣ агар ҷони ҷавонат сӯхт вуҷуду устухонат сӯхт агар чӣ хонумонат сӯхт машав ғамгин худо дорӣ شو غمگین خدا داری گوشای نزدیک انتظار باش اینک توجه مفزونه خیریدین از درد خشم سرویت مادر چون این نام گرفته است سرودی نوبتی او مادر شدی تو به ما از درد و غمی بسیار مادر شدی تو به ما از درد و غمی بسیار اندرون این سرود درد و رنج مادر زحمت و مهنت مادر برای فرزند خویش و نوله‌های جانسوزی مفزونه خیریدین تو بحر ما رنج کشیدی مادر قدری تو بدان ما با نزدیکی کلیپی نوی مفزونه خیریدین را با نام مادر در سر تا سری تاجیکستان به فروش میبراید 21 март соати 14 филармонияи давлатии тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз консерти навбатии овозхони шинохта шаҳри ёри давлат баргузор мегардад.
дар ин консерт сурудҳои нави шаҳриёри давлат садо медиҳанд. пас биёбу аввалин шунавандаи он бош. зинда бошӣ пешвои миллат. телефонҳо барои дархости чипта 907 63 48 48 ва 987 17 17 27.